تصویب شده دخترها برن سربازی. اینا رو اول ذهنشون رو آماده کنید. آقا 2 سال باید یه مدل لباس کنید. اینا موقع صبحونه خوردن یکشون میگه کره میخوام، یکشون میگه پنیر میخوام، یکشون میگه من رژیمم، نون رژیم میخوام. تمام دیوارای پادگان رو باید در اینا صورتی کنیم. برجکا صورتی، دیوار صورتی. اسلحه هاشون رو باید قلب بچسبونیم چون اینا خیلی قلب بزن. اسلحه ها مخصوص خودشون باید باشه. میدون تیر میرن فرمانده میگه که هدفو بزنید، اینا نمیزنن. آقا چرا نمیزنید؟ اسلحه منو دادین آزیتا. بالا تختشون هم مینویسن که به سربازی نمیرفتیم خدا کرد، نمیدونم کدوم پسر تو.